می‌فرماید و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی و انهم الا یظنون. یعنی پاره از یهودی ها هستند، زمان پیغمبر ماست این آیه نازل شد، در زمان پیغمبرمون دیگه، موقعی که حضرت تبلیغ امر رسالت می‌فرمودند و دعوت می‌کردند مردم را به نبوت خودشون و رسالت و دعوت به توحید. یهودی ها، نصرانی ها، اینها همه انتظار وجود مبارکش رو میکشیدن که بالاخره چنین پیغمبری میاد. در کتابهاشون گفته بودن، علما براشون خوانده بودن، علمای یهود، علمای نصارا در کتابها خوانده بودن که چنین پیغمبری می آید. صفاتش هم ذکر شده بود، صفات پیغمبر ما صلی الله علیه و آله، همه خصوصیات حضرت ذکر شده بود، تمام صفات حضرت، شمایل حضرت، اوصاف باطنی، اوصاف ظاهری، حتی اینکه این پیغمبری است که سوار بر حمار میشه، مثلا حتی خصوصیت مرکبش رو گفته بودن که از میان پیغمبران پیغمبری که مرکبش الاغ است و سوار حمار می شود، این بزرگوار است. از تواضع پیغمبر ما رو ذکر کردن. روی زمین می نشیند برای خوردن غذا، با مساکین غذا می خورد، کبر و تکبر ندارد. این خصوصیات حتی شمائل ظاهری پیغمبر هم گفته بودن، توی کتاباشون بود و همشون می دانستن. صورت حضرت رو حتی به الهام حق تعالی و به تعلیم انبیا می دانستن شمائلش چطوری است قبل از به دنیا آمدن رسول الله صلی الله علیه و آله. این طور بود شمائل ظاهری و باطنی حضرت، خصوصیات زندگانی حضرت، همه اینها در فرمایشات انبیا بیان شده بود. حالا زمان اظهار امر رسول الله صلی الله علیه و آله، این یهودی ها که بلد نبودن کتاب بخوانن، توراتشون رو بخونن، همون تورات تحریف شده، ناچار می شدن می آمدن پیش علماشون می گفتن شما برای ما بگید اوصاف اون پیغمبری که انتظارشو می کشیدیم تا ببینیم با این تطبیق میکنه، با این که آمده و ادعا میکنه مطابقت میکنه که بهش ایمان بیاریم. این علمای سو برای اینکه میترسیدن اگر درست بخوانن تطبیق میکنه میرن ایمان میآورن، دکون دستگاهشون بسته میشه، میآمدن به دروغ یه چیزایی میگفتن که در تورات نبود، در همون تورات تحریفیشون هم نبود. به دروغ، مثلا اگر پیغمبر متوسط القامه بودن، در اونجا ذکر شده بود که پیغمبر متوسط القامه بودن، نه بلند بودن نه کوتاه بودن. در عین حال که نه بلند بودن نه کوتاه بودن، در هر جا می نشستن از همه یک سر و گردن بلندتر دیده می شدن. در موقع راه رفتن با هر کس که بودن، با اینکه نه بلند بودن نه کوتاه بودن، اما با هر کس و جمعی که حرکت می فرمودن از اونها یک سر و گردن بلندتر نموده می شدن. نه اینکه قدشون بلند باشه از حد خارج یا کوتاه باشه از حد خارج، متوسط القامه، تمام امورشون متوسط القامه و متوسط الخلقه. این مثلا صفتشون بود. اما اونا می آمدن یه چیز دروغی می گفتن که مثلا کوتاه قده یا بلند قده که تطبیق نکنه با پیغمبر. از این گونه اینا هم حرفا اونا رو قبول می کردن. خداها مذمتشون میکنه، میفرماید ای کسانی که شما میشناختین این علماتون علمای سوءن، اینها اهل رشوه هستن، اهل هوا و هوس هستن، اهل دنیا هستن، مثل سگ افتاده رو دنیا رو طلب میکنه، تکالب در دنیا دارن. اینا چرا حرف اینا رو قبول میکنید در مورد پیغمبر؟ و منهم امیون، بعضی از اینها کسانی بودن که هیچ معلومات خواندن و نوشتن نداشتن. لا یعلمون الکتاب، اینها نمیدانستن کتاب توراتشون را، الا امانی، مگر این که کسی دیگه براشون بخونه. و این هم الا یظنون، تازه یقینم پیدا نمیکردن که این درست میخونه، مظنه پیدا میکردن شاید درست میخونه، ولی احتمال میدادن که نکنه داره کلک میزنه و خلاف داره میخوانه، اونی که درسته نمیخوانه. به مظنه و همین مظنه و ظنشون اکتفا میکردن، میرفتن دنبال کارشون، بودن این پیغمبر اون نیست، اونی که وعده داده شده و انتظارشو میکشید اون نیست.